الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، مثل هر وقته از خدای مهربان دعاگو هستم که خداوند باز هم اخلاص ها و یقین ها و عبادت هایی که ما داریم، خداوند این را باز هم زیاد بگرداند و الله مهربان این یقین و این اخلاص و این عبادت های ما را قبول بگرداند و از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستیم که بعض لغزش ها و بعض خطاها و بعض کمبودی های را که از ما خواه سهون است، خواه عمدن است، وقتی به وجود میاد الله مهربان با فضل و کرمت بخشیده بگردان. خدای ما را از شرمندگی دنیا و آخرت نگه بدار. الله مهربان با ایمان، با اخلاص زندگی کردن برای یکایک ما نصیب بگردان و خدایا محبت خودت را و محبت پیامبرت را به سوی ما بندگانت محبوبتر از همه آن چیزی که داریم خدایا نصیب بگردان. الله مهربان توفیق ما نصیب بگردان. خدایا قوتمان عطا کن که همیشه عملهای را انجام کنیم که در او رضاگی تو باشد، در او خوشنودی تو باشد. خدای ما را نگه بدار از رفتارها و کردارهایی که در او قهر تو است، در او غضب تو است. الله مهربان از جمیع ما بندگانت گذشتگانی که داریم خدایا خانه های آخرتشان آباد بگردان. خدایا بیماری هامون شفای کامل تی. خدایا در سفر بودگی هامون، مسافر هامون، غریب هامون، خدایا سفرهای مبارک، سفرهای بی تشویش، کارهاشون در خدای مهربان آسانی و هرگاهی که بازگشت میکنن دستاشون پور و با وقت خوش
و همیشه قلبهاشون مملوی از ترس تو، از محبت تو باشند، الله مهربان بر اونها هم نصیب بگردان. خدایا این ملک ما را، این وطن ما را در حفظ و امان خودت نگه بدار. خدایا امروز بسیار دنیا در یک حالت ناگوار است. الله مهربان ذات تو از این آگاه است. خدایا از همه همین تشویش ها، از همه همین ناگواری ها، از همه همین ناراحتی ها و پراکندگی ها این ملک ما را، این وطن ما را خدای مهربان نگه بدار. الله مهربان همیشه دعا میکنیم که دسترخوان های ما همیشه پر از ناز و از ضیافت باشد. خدایا چی مشکلات های مادی، چی مشکلات های معنوی که در ما باشد، با فضل کرمت خدای مهربان برداشته بگردان. و الله مهربان هر یک بندگانی که در این آبادی دیار ما دستی نیکی دراز میکنند، دستی خیر دراز میکنند، دلالت های نیک میکنند، خدایا حفظشون بکن. الله مهربان بندگانی که از یاد تو، از شناخت تو، از اطاعت تو دور ماندن، خدایا اونها را هم نزدیک بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، الحال برای شما یک چند سوال هایی که در پیشم هست من جواب میگردانم و بازم از خدای مهربان خواهان او هستم که بعد شنیدن این جواب ها توفیق عمل کردن شد برای ما و شما نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، الحال می پردازیم در سوال هایی که در پیش منند. یکم سوال گفته است زن شوهرش را اکای فلانی گفته صدا کند جایز هست و گوید که من به خاطر حرمت شوهرم این که صدا میکنم. یعنی اگر زن مرد را به نامش فریاد کند، مثال نامش عبدالرحیم است یا نامش محمد هست، فریاد میکند محمد میگد یا اکی محمد میگد. اکو در مردم ما، عادت مردم ما، هیچ وقت یک نفری را به نامش فریاد نمیکنند. یعنی در مردم ما وقتی که یک نفری را احترام کردین اکی فلانی میگیم یا بابای فلانی میگیم یا حضرت فلانی میگیم. برای من اگر فریاد کند اکی محمد یا به نام فرزندش، مثال فرزندش احمد نام دارد، بگد پدر احمد، ای پدر احمد. و همچنان بسیاری از معامله را میبینیم انا آتای فلانی میگن یا اینکه مردک جان میگن. خلاص با هر اسمی که، به هر نامی که اگر در همان
вақти мардак хуш шавад, иншоалло ягон боки надорад, ҳамаш дурустай, ягон зиёне надорад. кош хоҳарои азиз, ҳамеша шумо дар ҳурмати шавҳаротон бошед. кош шавҳарҳо занҳотонро ҳурмат кунед. ҳамаи ҳамин меҳнатҳое ки шахсан ман худам сарф мекунам ва дар ҳар як маъракаи тӯю никоҳе ки мерам, худ ма сурху сафед мекунам, 15-20 минут суҳбат мекунам. фақат мақсадам ҳамине ки зиндагиҳои шумо зиндагиҳои бароҳат бошад, зиндагиҳое бошад ки дар байни якдигарат дӯстдорӣ бошад. бинед, ана ҳамин кори бисёр муҳим дар имрӯзаи зиндагии мо намерасад. ин чӣ ҳаст? мардак занша дӯст бидорад, занак шавҳарша дӯст бидорад, дӯсташ бидорад. дӯст доштана медонем бародари аз ки вақте як нафара дӯст доштӣ, аз ӯ ҳамеша ҳимоя мекунӣ, ҳамеша аз ӯ эҳтиром мекунӣ. нишонаи дӯстӣ ҳамиай. барои ҳамин агар файрод кардани шумо ба хотири ҳурмат бошад, аз заминҳое ки ман гуфтам, иншоалло ҳичи боқӣ надорад. ман дӯст медорам бародари азиз ки имрӯз азбаски мардуми тоҷики мо мусалмонай, дил хонафара дар ҳами тоҷикистони мо бипурс, ҳамаш мега алҳамдулилло ман мусулмонам. дил хонафар, хо вай мақсад аҳли намозай, хо аҳли намоз нест. бубинед, ҳар нафар хо раҳи дурустай, хо раҳи хатодай, ҳеҷ вақт аз мусалмониш мункир нест, мега ман мусалмонам. барои ҳамин бародарои азиз, вақте ки мо даъвои мусалмонӣ мекунем, фаромӯш накунем ки аллоҳи меҳрубон дар Қуръон бар мусалмонҳо гуфтааст ки лақад кана лакум фи расулиллаҳи усватун ҳасана. шумо гуфтааст, мардҳомо нагуфтааст, занҳомо нагуфтааст, гуфтааст бояд ки ҳаёти паямбар, рафтори паямбар, зиндагии паямбар бояд улгӯи зиндагитон бошад. яъне шумо он ҳаётеро ки паямбар бо хонумҳош кард, шумо ана ҳамура сармашқи зиндагии худтон кунед. ин бародари азиз аз ҷониби аллоҳи меҳрубон барои мову шумо хабар аст, барои мову шумо огоҳ кардан аст, барои мову шумо супоришай. зеро ки шумо як бор саргузашти паямбара бо хонумош бихонен, баъд мумкин ки мазза кунен, баъд мумкин ки роҳат кунен. шумо бинед ки вақте паямбари нозанин аз хона мебиромад, дар як рӯз агар 5 бор масҷид барои агар намозхонӣ мерафт, ё агар ғайри 5 вақташ бо 2-3 бори дига агар баромадан барои даъвату ё барои мақсад ягон кору бори зиндагиш аз хона берун шавад, дар як рӯз тасаввур кунед, ина бигзор ҳамун 5 бор ё бигзор ина 10 бор, дар ҳамин 10 бор дар хонаи кадом хонумеш бошад, бигзор хонаи Оиша бошад,
10 بار آیشه را بوسه میکنه، با او پناه به خدا میکنه، بعد از خانه بیرون میشود. همچنان آیشه هم او را بوسه میکنه، با بوسه کردن گسلش میکنه. امروز این عمل ما در کناهایی که خارجی ها، خواه روس ها باشن، خواه مردمی یوروپا باشن، در اونها این گونه وداع کردن و این گونه گسل کردن در اونها میبینیم. انا الله مهربان میگد انا همین یکی از عملهایی بود که پیامبر با خانومش یا خانومش با پیامبر انجام میداد. می در آمدم، گسلم به بوسه بود، می در آمدم یکدیگر را بوسه میکردن. امروز چی دردی وزبین در بین ما آمده است، چی تربیه بسیار نادرستی در بین ما آمده است که زن دوست داشتن یا شوهر دوست داشتن تماما یک عملی شنیع، یک عملی زشت، یک گویا یک کاری که برای ما و شما بسیار گویا که پستی میارد. لیکن نه برادرای عزیز، تا اگر با همین سنت های پیامبر ما روی نیاریم، ما زندگی خوب و زندگی نیکه هیچگاه دیده نمیتونیم. شما بینید که یک عمل شما گفتم، اگر این عملی نادرکار میشد، مردم روس یا مردم یوروپا این عمل را نمیگرفتن. معلوم میشد که اونها نظر به ما مردم مسلمان خیلی آدمانی با فهم و با عقل بودند. برای همین میگن که در دولت هایی که مسلمانی نیست، در اونجا اسلام هست ولی مسلمان نیست. در دولت های اسلامی باشد اسلام هست لیکن عمل مسلمان یا رفتار مسلمان با اسلام موافق نیست. خوش به حالت خواهرای عزیز، وقتی شما شوهراتون مردک جان فریاد میکنین، بین بسیار کلمه های زیبایی را میشنوم که وقتی مردک شا مثال انا مردک جان میگه یا نام شا میگیرد، جان حتما در او زم میکند. بین بسیار کلمه های زیبا در برابر شوهراشون میگه، دعاشون میتن در پیششون، میگه ای کاش که خدای مهربان همین باقی عمر مرا تربته، اگرچه نمیته ولی با گپ خوب مقصد زندگیشون نیک میکنن. همچنان شوهرها هم در احترام زنهاتون از دلالت من، از سخنای من، چیزی را که من آیت قرآن گفتم، از این پیروی کنین انشاءالله برکت میابین. شما هم مردکا وقتی وای میگه مردک جان، تا هم بگو زنک جان. وقتی گفت که آتای احمد، بگو لبای آچه احمد. در برابر همو فیراد همو لبای بگو تا. او هم که فیراد کرد تا هم لبای بگو. شما فیراد کردین وای هم لبای بگو. انا این نشاء برادر عزیز زندگیه که در درون او سنت های پیامبر، در درون او رحمت الهی، در درون او زندگی برکت. خدا پرده کنه این زندگی هایی که قوقامون دختگی، ملال، خفگی، این طرف مشکلات زندگی، این طرف تلاطم در درون خانه همان. آفرینی عصبای ما و شما، آفرینی سلامتی ما و شما.
برای این برادرای عزیز زندگی را از حیات پیامبر یاد بگیریم. شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. در کدام خانه که انا همین ترتیب باشه، انا همین آداب باشه، انا همین احترام باشه، اوجا میگه با رحمت خدا های. با خوبیش در چیه برادر عزیز؟ همین معامله که تو با زنت میکنی یا زنت با تو میکنه، او فرزندکا در تاثیر داره. آینده همین زندگی خوب شما را با بچه‌کاتون و دخترکاتون با شوهر و با زناشون میکنن. هر کدام ما اگر همین خیل کنیم، ما یک جامعه را برادر عزیز در یک راه درست میبریم. سوال دیگر. خب بابای حاجی درباره شخصانی که وعده خلاف کمی صحبت کنید، چون که در مهاجرت این خیل آدم ها زیادن. برادران عزیز و گرامی، نفرهایی که وعده میکنن ولی در وعده هاشون برادرای عزیز و گرامی وفا نمیکنن، یا عهد میکنن ولی در عهدهاشون هیچ وقت ایستادگری نمیکنن. خلاص یک معامله را میگد که انجام میتیمو ولی نمیکنن. پیامبر نازنین ما که حدیثی هم بخاری و هم مسلم است، میگه در کدام از بنده خدا اگر 4 چیز دیدین، گفته است کان منافقا خالصا، او منافق است. گفته است اینها کدام عملهای زیشت است که آدم به درجه منافقی میبره. گفته است یکم، هرگاهی که اگر امانت میمانی در پیشش خیانت میکنه، یعنی امانت نگه دارنده نیست. هرگاهی که سخن میگه دروغ میگه. هرگاهی که برادر عزیز وعده میکنه وفا نمیکنه. و هرگاهی که اگر با او در یک مسئله جنجال کردین حقارت میکنه. میگه این 4 چیز در کسی جمع شد وای منافق است. اگر از این 4 یکیش در کسی هم که باشد، یک عمل منافقی است. و شما میدونید که منافق الله مهربان گفته است که در پایان ترین آتش جهنم میسوزد. کسی منافقه. برای همین هیچگاه برادر عزیز، من میدونم، من در شهرهای روسیه بودم که بسیاری برادرای ما را بین مردم روس نه، همین مردم مسلمان خود ما چقدر بین یکدیگر مثال حق یکدیگر را خوردن، یا وعدهش میکنن مثال فلان اینا بگیر، همین کار را بود کن، فلان مقدار مثال مبلغ من برای تو میتونم، شرطنامه میکنه، لیکن با همون شرطنامه و با همون وعدش وفا نمیکنه. معلوم است که آدم منافقه. لیکن برادران عزیز این کار انجام ندیم. ما همین بدبختی ما در همین که همین دعوا فقط داریم، فقط همین مسلمان میگیم، لیکن افسوس که کردارها بسیار کردار احمقانه. شاعر میگفت آنها که زی من خدای من میبیند، کافر ببیند و صحبتم ننشیند.
گر قصه خود پیش سگ برگویم، سگ دامنی پوستین زمن برچیند. این رفتارهای زشتی که من دارم، این وعده خلافی هایی که من دارم، این دروغی که من دارم، این حقارتی که من دارم، این حق یک کس خوردنی که من دارم، حالا بینین این بیرحمی که من دارم، اینها را حتی میگه کافر ببیند و صحبت هم ننشیند. حتی همون کافر را اخلاص میگه از ما اور مسلمان میپرد. برای همین برادران عزیز و گرامی، نام مسلمان را پس نکنین. آخه من 10 بار در همون شهرهای روسیه گفتم که شما سیمای مردم مسلمانی، یعنی در شما مسلمان بها میتر مسلمان کیه؟ چندین برادرها در روسیه مرا گفتن که همون مردکایی که کافرن بگیم، همونا ما را باور کردن، حتی کلید و همون قلف و حتی همون پولهاشون در اختیار ما گذاشتن که یا مسلمان خیانت نمیکنن. لیکن بعضی از ماها خیانت کردیم، مالهای اونها را تله و تاراج کردیم، فریبشون کردیم. شما فکر میکنین که اونها مقصد نمیفهمن، اونها درک نمیکنن. درک میکنن فقط میگن همین قدری که همین مقصد مسلمان شم یا همین دینی که هم دارن. نمیگد که این مسلمان، این مثال اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که از در مسلمانی ماست. اون نمیگد که مقصد عیب در این عیب، او عیب در دین من میبینه، در اسلام من میبینه. از این لحاظ برادرای عزیز، در حق یکدیگرتون ترحم داشته باشید. شما فراموش نکنین میگه حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر شود روز قیامت. حاضر مزه کده میخریش، میبندی مقصد درزه چکه در کسد میزنی و، لیکن اینها میگه روز قیامت گلوگیرت میشود. لیکن حیات دنیا بسیار کوتاه برادر عزیز، بسیار کمه. به خدا ارزش همین را ندارم این حیات دنیا که ما یکدیگر را فریب کنیم، ما یکدیگر را وعده کنیم، خلاف کنیم، ما حق یکدیگر را بخریم. همین دنیا ارزش هم را ندارد. برای همین برادرای از احتیاط کنین، احتیاط کنین. سوال دیگر: بابا جان، به خاطر ناداری و کمبغلیم زنم به فرزندیم را بهانه آورده و گفت که من میروم. من گفتم که اگر روی هم من جوابت را نمیدهم، ولی او رفت. بسیار زنی ناپسند بود. بعد چند وقت شنیدم که شوهر کرده است، ولی من تا حال جوابش را ندادم. اگر برای طلاق دادنش روم، شاید زندگیش ویران شود. شما با من گویید بابا جان من چیکار کنم؟ یعنی این مرد برادرای عزیز و گرامی، اگه خدا نگه بداره که وقتی زن به خاطر ناداری از تو جدا می شود، وقتی که این حالتی که به سر این مردک آمده است، امکان داره برادرها که خدای مهربان همین مردک نادار با دارا کنه. امکان داره و امکان دارد که همون مردک دارای را که رفته گرفته است اون نادار شود. امکان دارد. یک قصه به یادم آمد برادر عزیز. میگه یه مرد همراه زنش در پیشون مرغ ماندگی و هر دهکشون میده کده خورده استن. همین زمان میگه یک
гадое, як талбандае вориди ҳамун хона мешавад. вақте бӯи мурғ мега ба машомаш ки мезанад, халас дилаш гум мезанад. дар дилакш мисол хоҳиш пайдо мешавад ки худо ака дар дили ҳамиҳо як раҳмеро ҷо кунаву аз ҳамун мурғ мақсад ягон тикааки мара битан. вақте соҳиби хона мардак мебинад, занша мегӯяд ки бираура аз дар берун кӯ. мегӯяд ягон тикааки мурғаш наметӣ, мақсад хай гадовай болои хурдан монда омадай. мегӯяд не, ман тара гуфтам аз дар берунш кӯ. халас зан аз мардакаш итоат мекунаву гадора мегӯяд ки хай мардакам ака сиёсат кесай, ака бубро хоҳиши зиёд. мақсад ин амри ман набуд, амри шавҳарай. халас гадо ин хонаро тарк мекунад. солҳо мегзара, бародари азиз, ҳамин марде ки кабоб мехӯрд, мурғ мехӯрд, оҳиста оҳиста ҳамин молаш гум мешававу бигем ба истилоҳои имрӯза банкрот мешававу бепул мемонад. ва дигар имкони зиндагӣ ки пайдо намекунад, дигар ҳатто барои худаш ки дигар хӯрдан ёфт намешавад, дигар занаш меброя меравад, мегӯяд хай мардак аку халас дигар худат дар худат дарди сарӣ, ман дигар чӣ кор кунам. зан меброя меравад, мардак талоқш мекунад ва шавҳар мекунад. боз ҳамин зан мегӯяд дар як шавҳаре меафтад ки ин шавҳарам бисёр молу мулк дорад. айнан мега ҳамин тарзе ки мега бо шавҳари аввалаш буд, ҳамин нишаста кабоб мехӯрдан, мурғ мехӯрдан ки як талбандае даромад. як талбанда даромаду ин мардак, ин шавҳари дуюмаш бигем, аз шавҳари аввалаш хеле одами мусалмон, одами бораҳм. мега дарҳол занша гуфт ки бигир, гуфт ҳамин мурға гуфт бар ҳамун талбандаро бидем. мега занаш дига ин занак бисёр шод шид, хурсанд шид, овард мега ҳамун бо зарфуш ҳамун мурға дар дасти талбанда доду, талбанда даҳақшон дуо каду биромад рафту, лекин занак гирья карда пеш шавҳараш омад. гуфт чаро гирья мекунӣ? барои ҳамун як мурғи додагӣ? гуфт не. гуфт ҳамин марде ки ҳозир назди ҳавлии мо омаду талбандагӣ кард, ҳамин шӯи аввалаи манай, шавҳари аввалаи манай. ман шинохтамаш. ин мардак мегӯяд ту тааҷҷуб накун занак. ана ҳамун талбандае ки омада буд хонаи шумову ва шумо ӯро мурғ нодода аз хона пеш кардин, ҳамун талбанда гӯ манам. бубинем бародар азиз, бубинем ки дунёро бинем, гардишро бинем. талбанда доро шид, зани дороро гирифт, доро талбанда шиду занаш ай дасташ рафт. барои ҳамин ба хотири надоштан, ба хотири норасоӣ бояд ки ҳеҷ вақт зан аз дасти мард берун нашин. хоҳарои азиз, ки ин қиссаҳо як дар дунё ин ҳолатҳо шудааст. шайх саъдӣ мегӯяд ки ба давлат манозу ба меҳнат малол, ки ин ҳардуро зуд аз завол. ҳамин аст расми сарои дурушт, гаҳе пушти зину, гаҳе зин ба пушт. муросои дунё, муомилаи дунё ҳаминай. вале ин саволе ки бар ман дод, хабарҳои аввалаш ҳамин буд ки аз ҳисоби камбағалин баромад рафт. вале вай шавҳар кардааст. ҳолон ки шавҳар ин мардак талоқш накарда. барои ҳамин ман ба ин бародар гуфтаниям ки
شما باید زندگی وای ویران می شود نمی شود، شما باید وای طلاق کنید. زیرا که او زنی او کی شد وای زنی وای حساب نمیخورد. از روی نگاه شریعت تا ای طلاقش نکنه و عیده نپایا، او مردک اگر به طلاق به عیده او را اگر نکاح کرده بگیره هم زندگیش حرامه. معاملای زن و شوهریشون زنا حساب میخوره. برای همین این مرد باید رفته بگه همین زن من طلاق نکرده بودم، اگه مادامی که تو زنیش کیسته میلش دیگه اگه من را زنی نمیکنم، لیکن برای زندگی او مردک حلال شدن زن در همونجا 3 طلاق میکنی، وای بعد 3 طلاق تو ایده میپایا، یعنی همون 3 ماهانه که داره میپایا. بعد این مردک میتونه که ایسر نکاح کنه و بگیره، زندگیش بعد حلال میشه. اگر تا حاضر اون مردک آگاهی نداشته باشه، این زن بگه که من طلاق شدگیم، اینجا مرد گناهگار نیست. لیکن به هر حال باید مردک میپرسید. اگر یگان آدم شاهدی داده باشد که همین زنک طلاقش گرفتگی، آنها گناهگارن، کسای شاهدی دادگی. لیکن اگر نکفته باشه هم، یعنی تحقیق نکرده باشه هم، در اینجا مردک هم گناهگار میشه. یعنی باید نفرهای را پرسد از نزدیکاشای همسایاشای که همین طلاق شدگی هست یا نه. انا برای همین زندگی او حلال شدنش همین کار کردن در کار. اگر یکی رفت و او آدم مثال با این زن زندگی کرده، یگان فرزندی به دنیا آمد یا در شکمش مثال فرزند داره، این فرزندا برادر از راه حلال آمدگی نیستن، لیکن فرزند حساب میخورن. یعنی او داغی ولد زنا، یعنی فرزند ایرای زنا را، همین داغ همین پدر و مادر سبب شدگن در همین فرزند، یعنی در دله همو بگیم یا داغ موندن، لیکن وای فرزندشون حساب میخورن. اگر در شکم هم که باشد او را هیچ وقت گویم ابورت کردن در کار نیست که بگیم این حرامیه، وای فرزند شماه. ولی انامین کار کنین تو که زندگی اویم مقصد حلال شوه و حاضر که او با او زندگی داره، گناه شازی در سر شوهر اولش هم هست. ایرا داره و مقصد طلاق کردن او، ولی زیرا که زنی تای تو حاضره. سوال دیگر: استاد نمازهای 4 رکعته فرض را بعد سوره فاتحه فراموش کنیم و سوره ضم کنیم چی می شود؟ آیا سجده سهو کنیم؟ اگر بعد نماز به خاطرمان آید در این حالت چیکار کنیم؟ یعنی نمازهای 4 رکعته فرض، 2 تاش به سوره 2 تاش به سوره. اگر در همون 2 تای به سوره یعنی 3 و 4 ده، اگر به شرط یگان سوره ضم هم که کردین، ایرا در مسئله ها محلی قرائت میگن. یعنی همون موضع که خودش موضع قرائت های، به همین خاطر ضم کردن سوره هم سجده سهو به گردنتون واجب نمیشه. یعنی نماز مقصد بگذار اگر هر چورشم که با سوره هم که بخوانی به سجده سهو هم نمازتون درست شدگیه. بابا جان، سوره هایی که سجده تلاوت دارند در وقت نماز چگونه خونیم این سوره ها را؟ وقتی سوره هایی که در 14 جای قرآن ما سجده تلاوت داریم، یعنی در مثل اگر سوره علق باشه اقرا بسم ربک، این در آخری سوره که هست، همون را که خواندیم و رکوع دا که میریم، با رکوع نماز همون سجده تلاوت به جا میاد در فقط در سوره علق. انا در دیگه سوره هاش اگر به شرطی که مثال وقتی میم همون آیتی ده که سجده تلاوت در کار های، همونجا که رسیدیم اون را که خواندیم راست میریم یک سجده میکنیم به رکوع، به مثال همین راست یک سجده میکنیم، همین یک سجده همین سرمون میمونیم سجده میکنیم، میخیزیم با دوام آیت خواندن میگیریم.
و اگر به شرط همو آیت سجده دا بیایم و بعد رکوع دا بریم، نیست یعنی سوره علق واری با وای هم مقصد به همون رکوع نماز یعنی درست میشه. لیکن اگر آدمایی هست که میخوان مثال سوره را دراز تا آخر بخونن، اینجا هم سجده تلاوت دا کی رسیدی راست برای سجده کنه با بخیو با دوام آیت ها را خوانده رفتن بگیر. قوم هم که باشد قوم هم باید از شما متابعتی کنند. چکر در نمازهای تراویح در رمضان سجده تلاوت هم میکنیم. اگر به شرطی که در غیر نماز باشیم، مثال قرآن در پیش تاییم یکی آیت سجده در رسیدی، همین آیت که خواندی همون لوحه یا تکسری قرآن موندگی یا طرفه که همون شیشتگی قد شر نیست که ترات شای، همون شیشتگی قدی همین یک سجده بکو، خب سبحان ربی الاعلا 3 بار بگو، الله اکبر، تمام دیگه. اینا التحیات داره، اینا سلام داره، اینا یگون درود داره، همین یک سجده تمام. بخیز با قرآن دوام داده رفتم دیگه، با آیت سجده که اومد خوندی با سجده که تمامی است. شر نیست که رات شای نیت کنی خب دستاتا با گوش ببری، ایده حاجت نیست، یعنی یک سجده خالی داره تمام. استاد عزیز، در نمازهای جمعه امام یک تیاق گویم یا چوب را میگیرد و راستا خطبه را میخواند، این چی معنا دارد؟ اکو هر یک در نمازهای جمعه یا عید اگر بینین در حالت خطبه خواندن امام ها تیاق دارن. همین تیاق گرفتن در دست این سنت پیامبر مونه. بعضی صاحبای کتاب خدا رحمتشون کنن میگه این اصلا حیبت های، یعنی وقتی تیاق در دست و خطبه را میخواند و خطبه که خودش عبارت از خطابه رساندن موعظه با تیاق در دست باشه، این طرف خودش امر به معروف یک حیبت سیاست های، با این تیاق با یک حیبت سیاست دیگر را بازم میکنه. برای همین حتی در حالت خطبه یا در غیر خطبه اگر ما مثال در کوچه هم که اگر در دست ما تیاق باشد، نبین بسیار در ما مردم های مستفید تیاق میگیرن، بعضی ها شما حاجتی به تیاق هم ندارن، لیکن همه میدونن که همین تیاق گرفتن یا شانه گرفتن یک آینه گرفتن، بینین، یا اینکه بعضی ها شما قبچوق میگفتیم وقتی در همون کرچچک های میده ای که مثال در دستکاشون بود همونا را در برشون دایم میگرفتن که اینها سنت پیامبر گفتن. برای همین این سنت پیامبر میگیم. برادر عزیز، بابای حاجی من یک مادر تنها یک پسر دارم، در مهاجرت هست. من 150 سگ را نگاه و بین میکنم و من میگویم که این کار تو گناه است. آیا شما گویید من به این کارم گناه میگیرم یا نه؟ نه، انشاءالله هر یک آدمی که مقصد وقتی یک حیوان نگاه میکنی، خواه سگ باشد خواه پیشیک باشد، نگاه بینی اونها، مثال از آب و نان اونها را تامین کردن، البته به البته این ثوابه، چرا گناهه؟ یگان گناهی ندارد. برای همین من راستی نمیدونم برای چی این سگا را شما تربیه میکنین. مقصد ای سگا مقصدتون فروختن یا مقصدتون فقط همینه که شما همین آموخته کردین همون سگا را که مثال مادامی نانشون میتین خوراکشون میتین همش در یک جا میان جمع میشوند. شما اگر روشنتر مینویساندین که و میفهموندین که مقصد شما از 150 سگ تربیه کردن چیه و چی مقصد، لیکن به هر چیزی که باشد شما برای کاری نیکتون انشاءالله پیش خداوند ثواب میگیرین، یعنی این کاری گناه نیست. خب میگوین زنی که زایمان کرده است بعد تا 40 روزه در خانه که مرده شده است نرود چون که خاصیت خوب ندارد، این سخن تا چه اندازه اساس دارد؟ یعنی زنهایی که نو فرزند میکنن همین ها را میگه تا 40 روزه خانه هایی که مرده هست باید که نروند.
زیرا خواهرای عزیز، در اون حالتی که شما مبتلایین، کودک معده دارین. یعنی این یک مشکلات و یک رنج و یک سختی هم برای خودت، هم برای فرزندت، هم برای خاندارت. برای همین بسیار گپی معقوله. وقتی که در همین حالتی ضرور نیست که مثال شما به همون جایی که مرده دارن یا به جایی که تویان شما مثال در همونجا رفته شد، شما دنبال همین فرزند تا مرشه که ویا هر یک دقیقه نگاه کردنش، شیر دادنش، اهمیت دادنش برای تو مهم و ضروره. وقتی او را تو توی میبری یا وقتی او را تو مثال انا مرده خانه میبری، دیگه شما دنبی توی دنبی مرده دارین، اکیجا دیگه به فرزند میرسی. استاد جان، از چی سبب قرآن را به طهارت خواندن و قپیدن جایز نیست؟ اگر در سوره واقعه برادر عزیز آیت 79 را بینیم، لا یمسه الا المطهرون، خداوند میگه تا زمانی که شما اگر پاک نباشید، یعنی طهارت نداشته باشید، شما کلام الهی را قپیده نمیتونید. برادرای عزیز، این کلام الهی ایاخی برای چی نمی شود؟ به خاطر که این سخن مخلوق نیست، این کلام الهی است. این کتاب معجزه الهی است. از این لحاظ ما نمیتونیم که کلام الهی را، سخن الهی را یا معجزه الهی را با به طهارت مقصد بقپیم یا که در جای پستی مانیمش. یعنی این دائم باید که از کلام مخلوق، از حرف مخلوق باید فرق داشته باشد. از همین لحاظ برادر عزیز، استاد عزیز، پدری که با ناموس دختری خودش دست درازی میکند حکمش چیست؟ برادر عزیز و گرامی، من دیروز یا پریر بود من درباره این مسئله با شما صحبت داشتم. شما میتونید در همونجا مراجعت کنین که با دخترای خودتان یا با نبیره های خودتان شما تنها نشستن یا اونها را بوسه کردن، آیا از نگاه شریعت چی است؟ من در اوجا فهمانده گذاشتم. ولی خدای مهربان پرده کند که امروزها بعضی هایش که مثال من خیلی ملامت کردم همون بلاگرای را که همین بدبختی ها را با فاش میکنن و به گوش مردم میرسانن، با بعضی همین مسئله ها را ما به طریق تلفن هم برادرای عزیز مراجعت من میکنن که همین کارها در خانه هاشون شدگیه، مقصد حل همین مسئله را برای ما فهمان. انا همین زمانی میشه برادرای عزیز که ما از همون گفته هایی که دین برای ما گفته است وقتی که در همون اهمیت که نمیتیم، انا کار تا همین حد می آید. برای همین من همون سوال جواب دا گفتم که هیچ کدامتون ایختون دلپر نباشین. او مرا فرزند میشوه، او مرا خواهر میشوه. شما فراموش نکنین که از بس که اعتقادها ضعیفه، دینداری من بسیار ضعیفه، مسلمانی من بسیار بسیار سسته، ما را برادر عزیز شیطان بازی میدرونه. ما را وسواس کردن برای شیطان بسیار آسانه. از همین لحاظ من در همون برآمد و گفتگیم شما همونجا مراجعت کن، از اونجا ببینید. دیگر گفتن چاروا رو راستا ذبح کردن جایز است یا نه؟ این خلاف سنت میشه. یعنی گوسفند، گاو، بز، این را راستا برادر عزیز یعنی ذبح نکنی. خواه اسب باشد، چیزی که به سنت موافق است، همون پایهاش بسته، رو به قبله گذاشتن، چشماش پوشیدن، کاردی تیز که باید چاروا اذیت نکشن، یا در پیش همون چاروا میگیم یا چارپا میگیم، همون حیوانی ذبح میکنیم،
در پیش چشم او دیگر چاروا را ذبح نکنیم، اینا همه موافق با سنت پیامبرند. برای همین این مسئله ها را برادر عزیز رعایت کنیم. دیگر وقتی که پاسپورت روسیه را میگیرن عکسی کرستشون هست، این را با خودمون همه جا میگیریم، حتی در مسجد و در وقت نماز. آیا این به عبادت ما ضرر دارد یا نه؟ برادرای عزیز، مثال اون مملکتی هست که گویم همون رمزی همونها یا دینی همونها عبارت از همون کریست است. اگرچه که این کریست برادرای عزیز یک چیزی تحریف شده و یک چیزی زیادتی است، این یگان اصلا نداره، ولی با همون کریست خودشون معرفی میکنن که اونها مقصد چیان؟ اونها نصرانی هستند، یعنی مسلمان نیستند. برای همین این با صورتی تو یا با لباسی تو یا با ماشینی تو، امروز پره لباس هایی که کریست دارد، ماشین هایی که کریست دارند، اگر امکانی همون کریست گرفتن باشد بگیرش، لیکن اگر امکان نباشد اون ملک همون مردک است. در اوجا نمیشه که تو بگوی که نه کریست در من نمان و امکان نداره. او برای تو شیدن، او از دین شای، از رویه شای، از عقیده شای هیچ وقت نمیگرده. تو در اونجا حق رهبری کردن و گپ زدن هم نداری. حتی برادر عزیز در همون معبدایی که همو دارن، همون جایی در که مثال اونها میدروین و عبادت میکنن، در این نگاه دین در همون درون اگر بدروی نماز بخونی درست است. برای همین برادر عزیز، این که به اختیار شما نیست، این که به خواهش شما نیست، در این که شما مقصد در این بگیم نشانه یا علامت شما که راضی نیستین، این به ضرر شما نیست، به شما یگان زیان نداره. برادر است، بابای حاجی نام من روشن است. آیا این نام کتابی هست؟ و اگر نباشد التماس با طریق اینترنت به من شما نام گذارید. نام خوبه روشن، به معنایی که خداوند قرآن در سراج منیرا، پیامبر گفت این چراغ است، یعنی منیر چراغ روشن است، روشنه که خاموش نمی شود. برای همین انشالله این نامی نیک است، نامی بد نیست. خب بابا جان برای شخصانی که در وقت نماز خواندن یک برادر بلند صحبت میکنن و میخندن، شما چی میگویید؟ اگر کسی که من نماز میخوانم بلند صحبت کنه یا بخندد، بر همون نمازی ما بخنده، مرا مسخره کنه، او ای دین بیگانه میشه. مسخره کنه که ای چیکو کردی سای؟ مسخره کنه که ای خمشوی شوین، یا مسخره کنه که نعوذ بالله ای اکو مقصد انا نماز میخونه جنت میروه، یا مسخره کنه که انا ای عجیب کوره، ای کی را عبادت میکنه، ای چی را میبینه. اگر با همین عقیده هاش ما را ملامت کند و ای دین بیگانه میشه برادر. لیکن اگر به شرطی که در همونجا خیلی شیشتگی و صحبت داشته باشن و یا خنده کردسته باشن و ما نماز خواندسته باشیم، هکی بیادابی می شود. مثلا در حالت نماز خواندن یک آدم باید ما پس گپ زنیم و پس بخندیم تا که در نماز او خلل نتیم. لیکن با مقصد مسخره باشد، او ای دین بیگانه می شود. خب بعد السلام علیکم و الملک و البشر گفتن درست است یا نه؟ سوال دیگری که آمده است، ما سلام دادن برادرها همین السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، همین طریق درستی سلام است. اویی که و البشر و الملک میگیم اونها را به دلمان میگذرونیم. در هر دی طرف
ما او را بدیل وقتی میبینیم مردم هست در اینجا چیکار میکنیم؟ همون والبشری والملکه بدیل من میگذرانیم. لیکن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، انا اینش درسته. خب استاد جان، برای آدمی بینماز پول دهی ثواب است یا برکت مالت از بین می رود؟ یعنی کسی آدمی بینماز میگه پول بده درسته، یا اینکه میگن که برکت مالت از بین می پره؟ نه برادر عزیز، بینماز هم برادرای شما هم، بینماز هم بنده خدا های، فقط در اونها کمبود چیه؟ از همین نعمت خدا خودشان دور گرفتن. شما دعا کنید که خدای مهربان اونها را به همین عبادت بسیار مهم ضرور و عبادت بسیار مهم خدا اونها را نزدیک کنه. وقتی پول میتیش بگو برادر عزیز این همی پول بگیره، خدای مهربان خیر تا برادر، تو برادر مایی، لیکن اگه بندگی خدا را بجا بیار آخی. این 1000 سومن میتم 500 سوم شب بیار بتیم، 500 دیگه شب بگیره برای مقصد اینا در مردم ما یک کس نمازخوان که شوند، بعد یکون کرتش میخرن یا یکون شلوارش میخرن یا یک جلکش میخرن، اینا ایرا برای فلان چیزک تا بگیو برادر از نماز سر کن. او وقتی نماز سر کنه میدونی تو او در عوض 500 سومی دادگی تو چند قدر ثواب میگیری. پیامبر حضرت علی را چی گفت؟ لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. علی اگر یک آدم ای دستی تو سبب شوی بود وای نمازخوان شود، وای قرآن خوان شود، وای روزگیر شود، وای حج رو شود، نزد الله گفت از یک شتر سرخمو را در راه خدا قربانی کردن در این کارت ثواب میگیری. ولی یک شتر سرخمو را برادر عزیز در سعودی ولی ببینین میگن نرخش کردن یک شتر سرخمو $1,000,000. 500 سومی تو کجا میسته؟ $1,000,000 کجا میسته؟ تو $1,000,000 در راه خدا خیر کردی و احسان کردی. یک روز یک خواهرم زنگ زد منده، او که حاجی بابا در همین خانه گفت ما 4-5 نفریم، انا اونهاش مقصد امو خیش تبارامونن، 2 تاش نماز نمیخونن. من برای مثال همجا 2-3 نفر بچه‌ای که نماز میخونن خراک تیار میکنم، او 2 نفر ده خراک نمیتم. برادرها این از نگاه دین بسیار خطای کلانه. حتی اگر همون بچه‌ای که در پیشون خراک مونن و بخرن همیارا نتن، همونها هم در نمازهاشون ثواب نمیگیرن. از این لحاظ این راه را انتخاب نکنین. ای دفش که او به نماز های، ای اون گمش که او در کار نیست. نه برادر عزیز این خیلی بهاگذاری نکنین. و الا من مثال های دارم از روی حدیث های پیامبر که راستی باز اونها را در اینجا برای شما گفتن نمیتونم، تا که بسیاری از برادرایی که با نماز نمیخوانن با همین سخنهای مرا دلیل و حجت نکنن، برای اونها فهم این سخنی مرا نمیکنن. ولی مادامی که شما نماز میخوانین حرکت کنین که یک نفر با دربر خودت بیار نزدیک. پیامبر چی میگه؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمانت کامل نیست تا زمانی آنچه برای خودت دوست می‌داری برای برادر دوست نداری. یعنی تا اگه دوست بداری خودت نمازخوان باشی، دوست بداری که در عوض نماز ثواب بگیری، دوست بداری که ای نمازت خدا خوشنود می‌شود، دوست بداری که به سبب نمازت خانه قبرت آباد، دوست بداری که به سبب نمازت جنت می‌ری. اگر همینها را برای همو برادرت دوست نداری، پیامبر میگه ایمانت نور نداره، ایمانت کامل نیست.
از این لحاظ با اینها چشم بد قطعی نگاه نکنین، حرمتشان کنین، قدردانیشان کنین، دلیاوی کنین. بعد خدا خواه اونها نه. ما همین وقتی که مردم دعوت کردیم، مردم با سخن خوب دعوت کردیم، با سخن نرم دعوت کردیم که اونها در نماز راست شدن. این است برادرای عزیز راه دعوت. این است ما مثال با اینها میتونیم که آدمایی که ای خدا دورم، بیگانن، اونها را مقصد یگانه کنیم، اونها را نزدیک کنیم. خدای مهربان خاتمه اونا بخیر کند، ایمان ها اونا با سلامت نگه دارد و این سوال هایی را که جواب گردانیم خداوند در هر یک حرفش بنده را و گوش کننده ها را الله مهربان ثواب جزیل نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.